دادگاه شهری مسکو الکسی ناوالنی پیشوای مخالفان دولت روسیه و برادر او الگ را به دزدی پول از راه تقلبکاری گناهکار دانست و او را به 3.5 سال زندان شرطی محکوم کرد. اما برادرش را برای 3.5 سال از آزادی محروم کردند. هر دو میگویند که پروندهشان انگیزه‌های سیاسی دارد. با گفته منتقدان حکومت روسیه، مقامات انتظامی با جزا دادن الگ ناوالنی میخواهند به الکسی برادر او فشار بیارند. در شهر اسلام آباد پایتخت پاکستان، ماموران پلیس بعد از فرصتی کوتاه از رهایی زکی الرحمن لکوی، متهم اساسی به حمله‌های خونین سال 2008 به شهر بمبئی هند را دستگیر کردند. لکوی را پیشتر از این دادگاه در عوض وثیقه آزاد کرده بود. لکوی را برای اعلان اتهام نو یعنی ربودن برادر همسرش در 6 سال پیش زیر چاره‌های شدید امنیتی به دادگاه آوردند. روز 18 دکبر دادگاه ضد تروریستی اسلام آباد با ذکر آنکه دلیل ثابت دست داشتن لکوی در حمله‌های بمبئی هند را ندارد، او را آزاد کرد. اما به اعتقاد دادستان‌ها لکوی طرحریز اساسی حمله‌ها به بمبئی است که در نتیجه این حمله‌ها 165 نفر کشته شدند. در شهر دیگری پاکستان در پشاور، یونس خان، یکی از چوگانبازان شناخته کشور، به مکتبی رفت که طالبان به آن حمله کردند و 151 نفر اکثرا کودکان را کشتند. یونس خان برای محصلانی که در حمله مجروح شدند لباس چوگانبازی و دیگر هدیه‌هایی را آورد که تیم ملی چوگانبازی پاکستان برای این مکتب فرستاده است. در شهر کابل پایتخت افغانستان، گروه از فعالان از رفتار به گفته آنها غیر انسانی مقامات ایرانی با پناهندگان افغان اعتراض کردند. تظاهرگران از حکومت افغانستان و جامعه بین الملل خواستند به مشکلات 1 میلیون پناهنده افغان در ایران رسیدگی کنند. در ایران بسیاری از افغان‌ها نمی‌توانند حق پناهندگی بگیرند و همیشه خطر اخراج و یا دپورتاسیون به آنها تهدید می‌کند. افغان‌ها همچنین حق ندارند در 8 ولایت ایران زندگی کنند.